ساکنان دهه غافل‌آباد شهرک زحمت‌آباد در ناحیه وسه در قطار دیگر ساکنان وطن عزیزمون با برگزار نمودن چهاربینی‌های گوناگون در سمت کارهای آبادانی برای در سطح بلند تجلیل نمودن جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان آمادگی می‌بینند. با این مناسبت نهال شنانی یکی از تدبیرهای مهم در سمت سبز و خرم گردانیدن محل زیست به حساب رفته این روزها آن وسعت تازه پیدا می‌نماید. ساکنان این دهه این روزهای استراحتی هم به حشر دستجمعانه برآمده این نوبت در شفت راه بین دهه نیال‌های آرایشی شنانیدند. مردم همش دستجمعانه همش به حشر برآمدگی‌اند. ما باید که زیاده از 1000 درخت سویافکن بشنونیم. باز این همین قطقدی رو که می‌بینید در همین قطقدی رو زیاده از 450 درخت است. اینا را بود که خدا خواهد با از درون قطعه باید درخت شنو بشنونیم و طرفی که در آنها طرف با یک راه شورای کلان دیگه است در اونجا هم باید که همین درخت را بشنونیم. عموما زیاده از 1000 درخت ما باید که بشنونیم. حشر نهال شنانی طور اطلاع دادن با پیشنهاد جماعت شهرک زحمت‌آباد روزهای استراحتی هفته برگزار می‌گردد. همچنین رهبریت جماعت شهرک گفتند که سهم کمیته‌های محله در جلب نمودن ساکنان با این چهاربینی کلان میباشد. اشتراکچیان بهترین حشرها به قید گرفته شده برای هوسمندگردانی از جانب جماعت شهرک قدردانی می‌گردند. پیش این همین رو چند بار تازه کردیم، چخری کردیم، خیلی جا ماشین کردیم، دیگه بعدیس کردیم، همین بولوش همشه بعدیس کردیم. آبادانی خوبه. آبادش بهترین چیزه. یک کس می‌بینه نیو گرا تازه کردن بهترین چیزه. کبوتی بعدای خیلی نیو کرد. بود هوا را تازه میکنه. بهترین چیزه. تازگی بود هوا اکولوژیا خب نفس تازه میگیریم. یک شخص هم که اومد با همین دهه غافل‌آباد پایان بالا گذر کنن که آفرین خان زنن که برای همین دهه را آباد میکنن و برای جمهوری تاجیکستان سعی خودشون را میگذارونیم. برای آبادی. برای آبادی البته. بغض از این با داریم که این طرفش هم بود میکنن در دهه جبرهایی که برای اوهایی که از برونها جمع میشن اونها را در طرف جبرهای سیمنتی. این را برای شهرک زحمت‌آباد اهمیت کلان دارد. دهه غافل‌آباد را با مرکز شهرک پیوست می‌نماید. برای جلب سیاحان و مهمانان به این گوشه کشور عزیزمون زمینه مهیا ساخته با بالاترین سطح زندگی ساکنان منطقه مساعدت نموده است. موافق نقشه نهال شنانی در حدود جماعت شهرک زحمت‌آباد تا امروز زیاده از 2500 درختان آرایشی سویافکن شنونده شدیم. اقدام گرفتیم که این کارا در آینده هم ادامه دهیم. باوری داریم که در این موسم نهال شنانی زیاده از 10,000 درختان آرایشی سویافکن و میوه دهنده و گل و گلبوته‌ها میشنونیم. در شهرک زحمت‌آباد ناحیه وسه در موسم کبودزارکنی برای تامین دهات‌ها با گل و گلبوته‌های آرایشی در قطعه‌های علاوه بخو نوده‌های گل‌های صدبرگ پرورش یافته محله کوچه و شفت راه‌های محله‌های شهرک کبودزار می‌گردند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه وسه برای برنامه اطلاعاتی نوید.